با سلام خدمت دوستان و بینندگان عزیز. امشب هم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. همونطور که از سرفصل ویدئومون مشخص هست، موضع کشورهای مختلف، مخصوصا کشورهای غربی، نسبت به اعتراضات سراسری که در ایران در جریان هستش بپردازیم. همچنین خیلی کوتاه در مورد سخنرانی امروز ولایت فقیه خواهیم کرد. سعی خواهیم کرد که زیاد ویدئو بلند نباشه. امروز 11 آبان 1401 دوم نوامبر 2022 هستش. خب تقریبا میشه گفت که بیش از 40 روز هستش که از اعتراضات سراسری ایران میگذره در شهرهای مختلف، بزرگ و کوچیک، و بیش از 100 دانشگاه ایران و همچنین مدارس اعتراضات در حال انجام هستش. فردا هم بیانیه‌های مختلفی از سوی خارج کشور صادر شده که امید میره که اعتراضات به صورت گسترده تری در خیلی از شهرها برقرار از پس 40 روزی از خیلی کوتاه عرض بکنم که کشورهای مختلفی که در قبال غربی، از جمله اونطور که شما هم میدونید کشورهای عضو اتحادیه اروپا تا به اکنون نشون دادن به در حمایت از مردم ایران. همونطور که میدونید در روزهای اول اعتراضات پرزیدنت جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، خیلی واضح از اعتراضات مردمی ایران حمایت کرده و اسلامی ایران رو، رژیم اسلامی ایران رو داد و به اینکه از کشتار و شکنجه مردم خودت خودداری بکن. یعنی این یک پیام صریح و خوبی بود. میدونید که در تقریبا یک روز در سازمان ملل هم در کشورهای مختلفی کشورها کم و بیش بایستی دیپلماتیک باشه، خیلی از خصوصا خیلی صریح و حتی مداخله بکنند در این مسئله که این عقلانی نیست. البته خب کمک معنوی هم به نظر من انجام شده. یعنی شما در نظر داشته باشید که مقامات کشور آلمان خیلی صریح در این مورد صحبت کردن، مقامات کشور فرانسه در این مورد خیلی صریح صحبت کردن، ایالات متحده آمریکا، جو بایدن و همچنین اد پرایس در این مورد خیلی صریح صحبت کردن. و البته این رو در نظر داشته باشید که یک بیانیه خیلی مهم از طرف 12 جلسه‌ای که برگزار شد، 12 وزیر امور خارجه زن اتحادیه اروپا خیلی صریح از حرکت زنان در ایران و حرکت اعتراضی زنان در ایران و کلاً حرکت اعتراضی بر علیه جمهوری اسلامی حمایت خیلی صریح و واضح نشون دادن. این نشون میده که اعتراضات ایران پشتوانه جهانی داره، پشتوانه بین‌المللی داره و البته این پشتوانه به این معنی نیست که این اعتراضات همونطور که رهبر حزب اللهی ها و ولایت فقیه امروز در سخنرانی به نظر من خیلی خیلی بی سر و ته و
و میشه گفت خیلی انزجار برانگیز خودش گفت که همه این اعتراضات، البته اون اغتشاش میگه، ریشه خارجی داره و اونها واسه ما نقشه کشیدن. ولی به نظر من اینطور نیست. خب حمایت بین المللی هست، چون که مسئله کاملا حقوق بشری هستش، ولی خب دوز این حمایت ها بایستی رعایت بشه، چون که میدونید که کمترین مسئله‌ای که از طرف کشورهای خارجی، مقامات کشورهای خارجی ابراز میشه، از طرف مقامات جمهوری اسلامی مخصوصا خامنه‌ای سوء استفاده میشه و یعنی این زبان دیپلماتیک بایستی رعایت بشه. ولی در نقطه مقابل متاسفانه کشورهایی هم هستش که نه از حمایت‌های از اعتراضات مردمی، بلکه از مقامات ایران، یعنی سیاست‌های رسمی جمهوری اسلامی و رژیم اسلامی حمایت می‌کنند. اینها کشورهای همونطور که شما هم می‌دونید چین، روسیه و سوریه از این دست کشورها هستند. کشورهایی که در آمریکای لاتین وجود داره هستند، مثلا ونزوئلا. خب این کشورها متفق و میشه گفت شریک سیاسی رژیم اسلامی هستند و تعجبی نداره که اگر این کشورها از جمهوری اسلامی حمایت بکنند، نه از نرم‌های حقوق بشری و اعتراضات مردمی. اینو بایستی در نظر داشته باشیم و آماده باشیم که اگر از دید جمهوری اسلامی، رژیم اسلامی، کار به جای باریک برسه، خب این کشورها مخصوصا روسیه و مخصوصا چین وارد این کارزار خواهند شد، حتی به صورت فیزیکی وارد این کارزار خواهند شد. البته میدونیم که در حال حاضر در ایران حمایت نظامی و حمایت مخصوصا اطلاعاتی از طرف روسیه، مخصوصا روسیه و چین، از ایران میشه. ولی خب همونطور که گفتم اگر مسئله بغرنج‌تر بشه از دید رژیم اسلامی، این دو کشور مخصوصا به صحنه خواهند اومد. من اینجا هشدار میدم میخوام هشدار بدم و توجه شما رو به این قضیه هم جلب بکنم که اگر در این وضعیت قرار گرفته بشه که ها رو به جنگ افغان هستند و همچنین از گروه‌های هشت الشعبی، گروه‌های حزب الله لبنان از استفاده خواهد کرد از سرکوب مردم ایران، بایستی هوشیار بود و مسائلی از این دست رو از حالا به فکر این مسائل بود. خب در کشورهای مختلف بایستی نه اینکه به سر و کله هم بزنیم به عنوان گروه‌های رقیب، بایستی متحد بشیم و لابیگری بکنیم و در کشورهایی که هستیم این گروه‌ها رو یعنی زمینه فعالیت این گروه‌ها رو بایستی کمتر و یعنی از قبل این گروه‌ها رو محدودتر بکنیم، زمینه فعالیتشون رو در کشورهایی که هستیم. به صورت در هر کشوری که هستیم به مقامات اون کشور در مورد این گروه‌ها، ایالات متحده، بایستی این گروه‌ها رو در مورد این گروه‌ها گزارش تهیه بکنید و به مقامات اون کشور ارائه بدید تا اعضا و
همچنین سازمان های این گروه ها رو در کشورهای مختلف محدودتر بکنیم، چون که این گروه ها بعداً همونطور که گفتم اگر کار به جایی باریک بکشه از دید جمهوری اسلامی موی دماغ ما خواهند شد. این رو خواستم خدمت شما عزیزان صحبت بکنم که موضع کشورهای غربی، یعنی کشورهایی که در حال حاضر از اعتراضات به حق مردم دارن حمایت میکنن، بجاست و خوب از لحاظ معنوی، از دید معنوی به نظر من کافی هستش. چون که اگر زیادتر، یعنی دوزش رو زیادتر ببینیم، متاسفانه گروه ها یعنی طرف دوم، یعنی طرف مخالف، یعنی روسیه و چین هم به خودشون این حق رو خواهند داد که زیادتر به این مسئله ورود بکنند. یعنی این مسئله رو بایستی رعایت بکنیم و ببینیم که این رو دریافت بکنیم، این رو درک بکنیم که هر کاری که بایستی انجام بشه مردم خودش بایستی انجام بده و این رو به خوبی آقای نت پرایس هم گفتند در مصاحبه‌ای که انجام دادند. مردم ایران خودشون میدونن چه کار بکنند و خودشون به صورت عقلانی کار رو پیش خواهند برد. خیلی کوتاه خواستیم صحبت بکنیم. تشکر میکنم که ما رو دیدید و شنیدید تا برنامه‌ای که در همین مورد در مورد قیام مردمی و اعتراضات و جنبه‌ها و مسائل مختلفی که داره صحبت خواهیم